شوهر منیژه دولت در روز عید قربان چه کرد؟ آیا واقعا آنها قربانی کردند یا راز دیگری پنهان است؟ عید قربان در تاجیکستان فقط یک عید نیست، یک رسم قدیمی است. روزی که خانواده ها کنار هم جمع می شوند، به خانه بزرگان می روند و درها برای مهمان ها باز می شود. اما امسال نام منیژه دولت دوباره میان مردم پیچید. بعضی ها پرسیدند او و شوهرش قربانی کردند. آیا مثل خانواده های سنتی تاجیکستان برای عید مبارک خانه به خانه رفتند؟ حقیقت این است که آنها نمیخواهند از زندگی شخصی ایشان کسی بیشتر با خبر شود. و اما اگر واقعا قربانی کرده باشند، آیا این فقط یک رسم بوده یا نشانه از تغییر درونی؟ شاید حقیقت را فقط خودشان بدانند و خدا. اما چیزی که عجیب است این است که عید قربان همیشه انسان را به فکر فرو میبرد. فکر بخشش، فکر خانواده و فکر بازگشت به آرامش.